نامزدی عالی انصاری با حسام فرزان که این روزها در صفحات مجازی غوغا برپا کرده است اصلا باورتان نمی شود. نشر تصاویر عاشقانه عالی انصاری با حسام فرزان و رفتار عجیب لیما امیری با حسام فرزان در کشور کانادا. حسام فرزان آیا با واقعیت با عالی انصاری نامزد شده است یا خیر؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق این ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی ایام به کامتان. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو هم آگاه شوید. عالی انصاری یکی از هنرمندان با استعداد، موفق، محبوب و ناماشنای افغان که شهرت و محبوبیت خاص خودش را داشته است. وی در اصل پشتون می باشد. در سرودن آهنگ‌های پشتو استعداد بالایی داشته است. عالی انصاری نه تنها هنرمند خانواده‌اش بوده است، بلکه بلقیس یونسی خانم برادرش و تمیم ناله برادرش از جمله هنرمندان موفق کشور ماست. عالی انصاری بعد از جدا شدن از شوهر اولش و سرودن آهنگ‌ها به طور رسمی آغاز کرد. وی این روزها نامش در صفحات مجازی غوغا برپا کرده است. عالی انصاری با حسام فرزان آهنگ‌های ریمیکس می سرایت، به خصوص آهنگ ریمیکسش در عید سعید فطر این دو را به اوج شهرت هنری رساند. جدیداً عالی انصاری با حسام فرزان کنسرت مشترکی را در کشور کانادا برگزار کردند که مورد حمایت و تشویق گسترده مردم افغان قرار گرفت. تصاویر تازه و عاشقانه عالی انصاری با حسام فرزان این روزها از طریق صفحه اینستاگرام عالی انصاری نشر شده است که این دو با هم نامزد شدند، ولی تاکنون حقیقت این ماجرا به گونه‌ای واضح و آشکارا معلوم نیست. ولی حسام فرزان در رابطه عاشقانه با لیما امیری قرار دارد. من آرزوی موفقیت، سعادت و کامیابی برای تمامی جوانان کشور خود از بارگاه عزت لایزال استدعا دارم. عزیزان و دوستان خوبم، شما هم نظریات نیکتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. اگر تا هنوز عضو کانال دنیا اینفو نشدید، پس برای عضو شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید. صحت و سلامتی برای شما خوبان استدعا دارم. تا درودی دیگر، هر یک از شما نازنینان را بلای منان سپرده موفق و کامیاب باشید.